زنده باد هستی دل و جان ما. امارات. یکی از زیباترین جلوه های فتح 24 اسد عفو عمومی و بی‌نظیری بود که از سوی رهبری امارات اسلامی صادر شد. زنده باد هستی دل و جان. فرمان تاریخی که روح برادری، گذشت، شفقت و همدلی را در کالبد جامعه دمید و تمام توطئه‌های دشمنان را برای شعله‌ور ساختن جنگ‌های داخلی و قومی در کشور خنثی کرد. امروز در سالگرد این فتح بزرگ، همه اقوام با هم برادر افغانستان تحت نام واحد اسلام و در لوای یک نظام واحد زندگی مسالمت آمیز و متحدانه دارند. 24 اسد روزی است که به ما آموخت قوت ما در وحدت و پایبندی به اصول اخوت اسلامی ماست و با همین اتحاد پاسدار خاک و نظام خویش خواهیم بود. رنج و غم و درد گذشت وقت خرسندیست کنو. رنج و غم و درد گذشت وقت خرسندیست کنو. موج تبسم